1 سال قبل از مرگ یوگو در سرزمین گوگوریو شاهزاده‌ای به دنیا اومد. اون کسی بود که در آینده قرار بود آرزوی امپراتور سایو رو به حقیقت تبدیل کنه و به عنوان بزرگترین و نیرومندترین فرد تاریخ کره شهرت پیدا کنه و اون کسی نبود جز 19مین امپراتور سلسله گوگوریو یعنی یونگناک که بعدها به گوانگیتوی کبیر شهرت پیدا کرد. این بزرگمرد تاریخ کره در سال 374 میلادی دیده به جهان گشود. در زمان تولد او گوگوریو مثل گذشته قدرتی نداشت، چون که دقیقاً قبل از به دنیا اومدنش پادشاه یوگو گوگوریو رو کاملا شکست داده بود و دومین دژ بزرگ اون رو یعنی پیونگیانگ رو تسخیر کرده بود و پادشاه گوگوریو رو هم کشته بود. بدین ترتیب گوگوریو قدرتی